در ادامه معماری سبک گوتیک رو توضیح بدم خدمتتون که معماری گوتیک تو ایران خیلی زیاد دیده نمیشه، بیشتر تو اروپا هست، به خاطر اینکه کلیساها و اینها تو اروپا هستن. که فکر میکنم من چون خودم یه سفری به جلفا داشتم و در جلفا یکی از کلیساها رو خودم دیدم، میشه مثلا به نوعی گفتش که در ایران حالا این یه نوع گوتیک هست، سبک گوتیک هست. اما خب برجسته ترین سازه معماری در گوتیک به کلیسای نوتردام برمیگرده که یک از برجسته ترین معماران اون قرن، اون سالها فرانسوی اینو بازسازی کرده که به نام اوژن ویولو لودریک، که به قول این و یکی دیگه از کلیساهای سن ژوزه اون رو هم ایشون مرمت و بازسازی کرده. توی ایران شاید مثلا بشه گفت به نوعی دیوارهای بلنده، چون گوتیک دیوارهای بلند هم هستش، به نوعی دیوارهای بلند به طاق کسرا هم میتونیم ما اشاره کنیم. سبک بعدی که خب سبکی که خیلی روتین هست و خب در کل دنیا الان استفاده میشه و به سبک مدرن معروف هست، که معرفی سبک مدرن رو میتونیم بگیم که سبک مدرن از قرن 20 شروع شد و اصل مهم آن فرم تابع عمل کرده. ویژگی‌های سبک مدرن میشه بهش گفت سادگی توش هست، حذف تزئینات، استفاده از بتون و فولاد و شیشه، خطوط صاف و هندسی. اصلا سبک مدرن سبکی که به نوعی اکثر معمارا چه از قرن 20 تا الان و معاصر همه دارن از این سبک استفاده میکنن، به دلیل اینکه خب خیلی چیزها کمک کننده به قول معروف حذف خیلی مثل سبک کلاسیک یا حالا گوتیک تو ایران نیست، ولی خب کلاسیک مثل سرستون ها و اینها رو حذف کرده و خب به نوعی معماری رو ساده و راحت کرده. معمار برجسته این سبک که میشه به لو کوروزیه بزرگ نام برد، پدر معماری مدرن ایشون و نظریه پرداز فرم و فضاست. اثر ایشون که میشه به ویلای ساوانای فرانسه که نمونه برجسته ای از یک واقعا سازه زیباست.